بدترین آپدیت که کالاف میتونست بده. اکتیویژن کاش اینا رو نمیآورده کالاف. گان لگسی کریت مشکی چیزی نیست جز سلام دوستان، خوش اومدید به کانال خودتون، یعنی کانال انیمتیک. امروز اومدیم بعد از 1 سال خورده فعالیت اخبار بذاریم و هرچی که تایید شده باشه رو میگیم، هرچی هم که نشده باشه هم میگیم. یعنی مثلا میگیم این اخبار تایید شده، این اخبار هم تایید نشده. ببخشید اگه صدام اینجوریه، چون که توی اتاقی هم که خالیه و داریم اتاقو پیشرفت میدیم فعلا برای لایو استریم، هیچی توش نیست. بدون هیچ وقت تلف کردنی بزنیم بریم سراغ ویدیو. اولین اخبار اینه که میگن که قراره بخش سیترکش یا مستضعف متیک قراره آپدیت بشه و اینجوری بهش میاد که به نظر خودم چیز باحالیه. بعد از هولوش 9 ماه یا 10 ماه چند 11 ماه که این 117 آمده بالاخره داره تغییر میکنه. گانای روی زمینم که ایناست به نظر خودم خیلی چرت و پرت بیشترشان. کریم هم روی زمین رفته، حیف شد. و اینکه کریم هم رفت و 117 هست رو بازی، لک 50 آمده، دیل هست رو بازی خدا رو شکر، MG42 PDR اینا هست رو بازی. SMG هاش هم بیشترن خوبن بیشترن بدن. شاتگان هم 2 تاش بده یکیش خوبه. کیلوبورد و نانم دسته مارکسفن هم فقط کیلوبوردش خوبه به نظر خودم که پلاتش باز کردم خودم. بانک CP هم برای سرور چینی توی سیزن 11 تایید شده و برای سرور منوز تایید نشده. اگه تایید شده باشه داخل کانال تلگرامی هم که آیدیش هم اینجا میاد الان. اینجوری که میگن قرار سیزن 11 سه تا بتل پس داشته باشیم که یکیش اینه خودم به شخصی بیوای بشه دوست دارم، دومیش هم زدمش، سومی هم اینه که من لوکاسشو دوست دارم و احتمال زیاد بزنمش. از اونجایی که قرار سیزن بعد بریم توی سال 2026 قرار گردونه آرموری هالیدیز 4 دیما به بازی اضافه بشه و اگه خدا قسمت کنه تا اون موقع لایو میشیم و توی لایو میزنمش. از اونجایی که چند سال دسته‌بندی استرانگ باکس تغییر نکرده قرار سیزن بعدی دسته‌بندی استرانگ باکس توی شاپ تغییر کنه و اینکه به نظر من چیز جالبیه بعد چند سال بخواد تغییر کنه. و این خبری از همه جا دارن میگن قرار سیزن بعد CPU دو برگرده. این خبر تایید شده و تاریخ آمدنش 21 آذر جمعه همین هفته میاد. مثل اینکه قرار سیزن جدید 2 تا گردونه آرموری داشته باشیم، یکی شالیده یکی هم استرینگ فایتر که عکسش اینجا میاد و اینکه به نظر من چیز باحالی. ولی یه مشکلی داره اینه که کارتاش با کارتای بقیه فرق میکنه، مثل گردونه گاندوم مثل اونه کارتاش فرق میکنه، پس نمیشه هالیده یا مفت گرفت. این هم بگم اینجا که الان که من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم آپدیت سیزن جدید اومده و اینکه میتونید برین داخل فروشگاه یا بازار یا مارکت بروزرسانی کنید و برین داخل بازی. آپدیت در اون برنامه ای نیست. چند تا دیگه خبر مونده و میرسیم به پایان ویدیو. مود DMZ کاستوم داره، یعنی میتونید برین کاستوم بزنید و با دوستاتون بازی کنید که به نظرم فکر خوبیه. اکتیویژن فکر کرده. این هم از لابی سیزن 11 که به نظر خودم یه تم باحالی داره. بازم معذرت خواهی میکنم به خاطر صدای باد و پنجره و چیزا، چون که باره باد میاد و پنجره هم داره میلرزه. اینم از اسکینای بتل پس سیزن 11 که تم خوبی داره به نظر خودم. من که این سیزن رایگان واسم میفته. اگه میخوای تو هم رایگان بتل پس واسط بیفته بیا داخل کانال تلگرام و پیام پین شده رو نگاه کن. این عکسایی هم که دارین میبینین قرار سیزن 11 برگرده که تاریخش هم هست روش و قرار خودم سیزن 11 برگرده که 47 رو فول کنم، چون فقط همونش مونده. اگه خدا قسمت کنه توی لایو میزنیمش که ببینید سفیدم یا نه. و قرار اینا هم برگرده، تاریخ اینا هم همونجور هست. کریت ماشینای لجن قراره برگرده، احتمال زیاد 1 دور یا 2 دورش توی لایو بزنم همونم و ببینیم فول میشه یا نه، چون که ماشین 3 نفرش مونده. اینم از بخش پروفایل اکانت. به نظر خودم اینجوری بهش اومده، یکم باحال شده چون که چند سال تغییر نکرده. تا اینجای ویدیو اومدی اینو لایک و کامنت و سابسکرایب نکردی، واقعا دارم خسته میشم دیگه. خدا وکیلی لایک و ساب و یه کامنت خسته نباشید توی کامنت ها بذارید. دم تک تکتون گرم. میریم سراغ اصلی ترین چیزی که 1 سال وقتمون براش گذاشتیم و خودم به شخصه پشیمون شدم. گان لگسی کریت مشکی چیزی نیست جز اسمده. آخه اکتیویژن چه گانی؟ حداقل قشنگترش میکردی. ما 1 سال وقتمون رو داریم برای این میذاریم، تو همینجور تحویلمون دادیم. امیدوارم این ویدیو حمایتش تا اخبار هر سیزن رو بذارم. تا ویدیو دیگه ما خدا نگهدارتون. عاشق تک تکتونم. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. یه کامنت خسته نباشید هم توی کامنت ها بذارین. عاشقتونم.